بیایم امروز راجع به چیزی صحبت بکنیم که شاید خیلی از گفتنش خجالت بکشن، ولی همه به جوابش نیاز دارن. دوران راهنمایی یه رفیق داشتم که اسمش آریان بود. این رفیقم آریان به گفته خودش روزی 7 الی 11 بار خودارضایی میکرد. یعنی من به خودم گفتم این اگه روزی 7 بار خودارضایی بکنه در سالش میشه چقدر؟ 2555 بار. خنده داره واقعا. خود میگی مثلا این چقدر بیکاره، مثلا نشسته حساب کتاب کرد این داستان، اما خیلی زیاده. یه ذره واقعا توی بهرهش میگه آقا مثلا روزی 7 بار خیلی زیاده. چون ما پسرا یا به رفیقامون نمیگیم که مثلا اصلا خودارضایی انجام میدیم و کلا منکرش میشیم، یا اینکه خیلی راحت به رفیقمون میگیم آقا ما خودارضایی انجام میدیم، با افتخار مثلا خودارضایی انجام میدیم، حالا روزی 10 بار، 2 بار، 3 بار، هر چقدر، هفته یه بار. بعد این رفیقم بهم میگفت که از شدت فشاری که روم میومد دیگه دست هفتم هشتم خون دماغ میشدم. الان یهویی همینطوری یادم اومد موضوع راجب خودارضایی بود، اینم گفتم بگم. این ویدیو راجب راه ترک خودارضاییه، راهکاری که شاید تا حالا امتحان نکردیم و جدید باشه، چون اکثر ما حداقل 1-2 بار تلاش کردیم که مثلا این خودارضایی رو از زندگیم حذف بکنیم، ولی خب جواب نداده. خب لامصب لذت خیلی زیادی هم داره آخه، واقعا نمیشه آدم منکرش بشه. قبل از همه صحبتام بذار با یه سوال شروع بکنم. از کجا شروع شد این داستان؟ چی شد که خودارضایی انجام دادی؟ جوابش رو تو ذهنت نگه دار. ولی مهمترین چیز اینه که الان دقیقاً وسطشی، درگیر این ماجرایی. نمیدونم 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال شاید الان درگیرشی و سعی کردی که اینو کنار بذاریش اما نتونستی. یه وقتایی ممکن از خودت بدت بیاد، مخصوصا زمانی که خودارضایی انجام میدی و بعدش یه حس و حال بدی داری و خودت رو هی سرزنش میکنی و پشیمون میشی. علتش هم به خاطر سطح ترشح دوپامینه که تو ویدیوی قبلتر توضیح دادم، اما بخوام به صورت مختصر مفید بهت یه توضیح بدم. دوپامین یا همون هورمون لذت زمانی که بیش از حد استانداردش ترشح میشه در انجام کارهای نادرست، مثل چی؟ مثل دیدن فیلم پورن، مثل خودارضایی، مثل فست فود خوردن، این بعدش بدن شما با یه افت بسیار محسوس دوپامین روبرو میشه و به شدت کاهش پیدا میکنه اون سطح دوپامینش، که همین باعث میشه که تو یه مقدار گوشه‌گیر بشی و بی‌حس و حال بشی، اون تمرکزتو از دست بدی، یه مقدار زودتر عصبانی بشی. اما اینکه تو درگیر خودارضایی شدی نمیگم کار درستیه، اما اون یه چیز طبیعیه به نظر من تو کشور ما، چون وقتی تو سن بلوغ آموزش درستی ندیدن افراد و از همون اول به ما گفتن که آقا مثلا خودارضایی انجام نده چون گناهه، چون مشکل داره، عیب داره، گرز 3 سر میکنن تو آستینت، فقط همینطوری مثلا ما رو هی با چیزای دینی هی تهدیدمون کردن. و جالبتر از اون که ما ایرانیام که اصلا کلا عاشق حرامیم، عاشق گناهیم، هر چیزی بهمون بگن آقا مثلا این کارو انجام نده، این کار مثلا حرامه، این کار اشتباهه، عد رو همون دست میذاریم تا خودمون تجربهش کنیم، هی حریص‌تر میشیم که آقا این چیه، این چرا مشکل داره، این که مشکل داره باید تجربهش بکنم. ولی میدونی درست قشنگش چیه؟ این که بیان توی سن بلوغ یا حتی به نظر من قبل ترش که تو آمادگیشو دیگه کم کم داشته باشی، بیان این مشکلات مثلا خودارضایی رو با فکت‌های علمی واسمون بازش بکنن، بگن آقا به این دلیل آسیب میزنه مثلا به بافت مغزت، به روانت، این تاثیرات رو رود داره. ممکنه که در سن بالا دچار این مشکلات بشی اگه مثلا این عمل رو مثلا تکرار بکنی و توی روابط مثلا زناشویی این مشکلات رو مثلا ممکنه ایجاد بکنه، تو روابطت ممکنه این مشکلات رو ایجاد بکنه و تو بحث خود شخصی، توی توسعه فردی، تو زندگی شخصی خودت هم ممکنه این اختلالات رو ایجاد بکنه که یه سری چیزاش دیگه اصلا قابل جبران نیست. حالا بهت بعد حق انتخاب بدن که تو میخوای این کار رو انجام بدی، خودارضایی بکنی یا نکنی، دست خودت، مسیر خودت رو خودت تعیین میکنی. نه اینکه بگن آقا نه تو اصلا نباید این کارو بکنی، حتما باید مثلا آدم خوبی باشی، فقط یه چوب گرفتن دستشون کلا هی میزنن تو سرت که مثلا این کارو باید حتما انجام بدی. آقا بچه سنش پایینه اوکی نمیفهمه، اما بالاخره همه ما که از اول با شعور نبودیم دیگه، هممون سطح آگاهیمون کم بوده، پایین بوده، آروم آروم باید به خورد همون جوون یا بچه بدی دیگه، مطالبو باید آگاهش بکنی.
وقتی شما یه موضوع رو با فکت و ریز بریز واسه یه کسی باز میکنی و دلیل تو میگی، قابل باورتره واسش تا اینکه فقط بخوای بگی آقا این کارو نکن چون فلانی گفته این کارو نکن، چون اینجا گفته این کارو نکن. حالا اولین کار واسه ترک خودارضایی ایجاد محیط محرک مثبت. محیطی که توش داری زندگی میکنی و بیشتر رفت آمد داخلش داری خیلی مهمه. سعی کن که اون فضا رو یه فضای الهام بخش و پر انرژیش بکنی. مثلا چیکار بکنی؟ بری مثلا تصویر انگیزشی مثلا در دیوار یا جملات انگیزشی مثلا بچسبونی و گیاهای سرسبز بذاری تو اتاقت و به نورپردازی اتاقت هم برس. اگه مثلا نورپردازیش کمه، نور اتاقت خیلی کمه و یه ذره تاریکه، خب نورشو بیشتر کن. یا اگه مثلا با اون نور حال نمی‌کنه، میتونی مثلا اگه یه نور مثلا بنفش یا یه نور آبی مثلا اضافه بشه مثلا به اتاقت، حس بهتری بهت میده، خب بهش اضافه کن به اتاقت. یا رنگ اتاقت رو عوض کن، یا رنگ آرامش بخشی بزن. یا موزیکی که مثلا پلی میکنی تو اتاقت یه موزیک لایت آرامش بخش باشه. یه عود مثلا بسوزون اونجا، بذار دود کنه تو اتاق. این کارها ذهنت رو از مسیر افکار متمرکز به سمت آرامش هدایت میکنه. دومین کار مدیتیشنه. یوگا کمک میکنه که شما جسم و ذهنتون رو همزمان با هم کنترل بکنید و در عین حال اون انرژیتون رو تخلیه بکنید. سومین کار برنامه ریزی رشد فردیه. به جای اینکه تو کل تمرکز رو بذاری واسه ترک خودارضایی و کل فوکوس زندگیت همین باشه، هدفهای جذابی رو واسه رشد خودت درست کن. یه دفتر بگیر، داخلش تمام پیشرفت‌های کوچک روزانت رو بنویس. دقت کن، پیشرفت‌های کوچیک روزانت، نمیخواد خیلی بزرگ و عمیق باشه. مثل چی؟ ببینید امروز مثلا یه مطلب جدیدی رو من یاد گرفتم، یا مثلا من روز 6 نخ سیگار میکشیدم، امروز 5 نخ سیگار کشیدم. تونستم مثلا یه مهارت مثلا جدیدی رو یاد بگیرم. ببین همین اقدامای کوچیک کوچیک، همین پیشرفتای کوچیک کوچیک، همینا باعث میشه که تو یهو به خودت ببینی من چقدر عوض شدم، چقدر پیشرفت کردم. و مجموع همه این پیشرفت کوچیک میشه یه پیشرفت خیلی بزرگ. بعد مثلا واسه خودت یه چالش درست بکن، محدود کردن شبکه‌های اجتماعی. مثلا به طور مثال تو یه هفته با خودت بگو که من داخل مثلا این اینستاگرام یا تلگرام نمیرم. اوکی، سختته، باید بری، یا مثلا شاید کاریت ایجاب میکنه که بری، در 10 دقیقه یا یه رو برو. خودت میدونی، من برنامه زندگی خودته. اگه مثلا دارم میگم روزی مثلا 6 ساعت تو این اینستاگرام وقت میگذروندی، الان مثلا بکن 1 ساعت. اگه مثلا 3 ساعت بوده، مثلا الان بکن 20 دقیقه، کمترش بکن، به همون نسبت خیلی زیاد کمش بکن. و به خودت نگو که نه سختمه، من نمیتونم با این داستانا. ببین آدم که با خودش که دیگه دروغ نمیگه. قبل از اینکه اینترنت بیاد مگه بقیه چیکار می‌کردن؟ مگه ما چیکار می‌کردیم؟ برو چه می‌دونم، برو کافی شاپ، برو برای خودت پیاده روی کن تو پارک، برو سینما، پول نداری اوکی، برو تو مجتمع تجاری مثلا بچرخ، فقط مغازه رو نگاه کن. برو کتاب بخون و یه محیطی که مثلا خودم خیلی حال میکنم، برو مثلا پیست اسب‌سواری، پولم نمیخواد بدی، برو مثلا نگاه کن، تماشا کن. این کار حواس شما رو پرت میکنه و انگیزه شما رو تقویت میکنه. چهارمین کار، به هویت و ارزشت فکر کن. این اتفاق ممکنه واسط افتاده باشه یا قراره بیفته. ما آدم‌ها یه ورژن خوب داریم، یه ورژن بد، و تو الان بیشتر اون ورژن بد است که به ما مسلط شده بوده. اما یه جای دیگه به خودت میای میبینی که نه دیگه بسه، تا همینجاشو خوب تونستی حکم فرمایی کنی. از الان به بعد دیگه باید اون ورژن خوبه بیاد بالا. یهو به خودت میای میبینی که من کیم؟ این منی بود که قرار بود بشم؟ این همه تلاش کردم که یه فیلم پورن و یه خودارضایی منو به زانو در بیاره؟ یا کل هدف و زندگی من به یه فیلم پورن و خودارضایی خلاصه میشه؟ معلومه که نه، من ضعیف نیستم. اگه خودارضایی یه حالت اعتیادی در من ایجاد کرده، من میذارمش کنار. کی گفته کار سختیه؟ بابا طرف تیر میخوره بازم از مبارزه دست نمیکشه، به جنگیدن ادامه میده. این که دیگه یه خودارضایی ساده است، چیزی نیست که. اگه خودارضایی جایگزین رابطه جنسی با جنس مخالف شده واسط، از همین الان اقدام کن واسه ارتباط با جنس مخالف.
اینکه آی پول ندارم، آی ذهنم درگیر، آی فلانه، نمیتونم، اینا رو بذار کنار. بذار خیلی رک بهت بگم، اگه با همین فرمون بری جلو تو 60 سالگی داستانت همینه و داری خود ارضایی میکنی و هیچ تغییری توی زندگیت نمیدی و اگه خود ارضایی رو واسه اون حس آرامش بخشیش انجام میدی، زمانی که استرس داری، مشکلات داری، اضطراب داری، همین الان ترمزش رو بکش، باهاش روبرو شو، برو تو دلش، ببین مشکل کار از کجاست، سعی کن حلش کنی. شاید خیلی این عمل تو رو بگن فرار از مشکلاته و این کار ترسوست، ولی نمیخوام قضاوتت بکنم یا سرزنشت بکنم. شاید واقعا یه جاهایی بهت اون حس آرامش بخشی رو داده اون خود ارضایی. میفهمی میخوام بهت چی بگم؟ میخوام بهت بگم که اون فکرت و ذهنت خسته و داغون میشه، اون مضراتش بیشتر از فوایدشه. آره مثلا شاید اگه یه بار خود ارضایی انجام میدادی و تا یه هفته حالت خوب بود، منم انجامش میدادم، ولی میدونی اون حسش کاذبه و زودگذره و کوتاهه. یه جوری بهت بگم که حال نمیده و اونجوری که میخوای ذهنت رو آروم نمیکنه. تو زمانی ذهنت آروم میشه که اون معادلات زندگیت رو حل بکنی. یادت باشه رفیق خوشتیپم، تو تنها نیستی و تغییر زمان بره و هر قدم کوچیک تو رو به جلو میبره. دوست دارم بدونم شما چه راهایی رو امتحان کردین و چه چالش‌هایی رو توی این مسیر داشتین. خوشحال میشم که واسم کامنت بکنین. تو ویدیوهای بعدی قراره یه سری راهکار دیگه توضیح بدم واسه ترک خود ارضایی و همینطور از یه زاویه و دید دیگه این موضوع رو میخوام بازش بکنم. پس منو سابسکرایب کن که گمم نکنی و ویدیوهای بعدی ما از دست ندی. ممنون از اینکه همراهم بودی. لایک، شیر، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن. مرسی.